عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم. بنده شهرام شریفی هستم، مدیریت فروشگاه گشتبران عمومی و کارگاه چک پرگاری. الان در آموزشگاه گشتبری استاد منصوری هستیم. یه دونه چک پرگار رو میخوام نصب کنم تا هم هنرجوها ببینن همین که داخل پیش بذارن. اولین کاری که میکنیم باید لوله رو اندازه ارتفاعمون باز کنیم. اندازه ارتفاعی که میخوایم باز میکنیم. بعد لوله رو بازو رو سوار بر لوله میکنیم. برو. چون اساس این صفحه ما رو پیچ زیر لوله است، یعنی اینجا دقیقا جاسازش هست که با شار کردیم اصلا هم تکون نمیخوره و همین حالت میذاریم زیرش تا تکون نخوره. رو اینجا هست یه مردم بیان اینجا پیدا کنن جکه رو ببرن کامو بگیر. آره پیچه اگه ما بخوایم کارمون در بیاد باید هم چپ هم راست، یعنی چهار طرف لوله یا چپش و روبروش شغل بشه، تراز بشه این لوله تا این بازو کاملا تراز و سخت بشه. الان که این لوله ترازش کردیم هیچ چیزی شما محکم میکنید محکم میشه بسید نگه دارید. دوستان از دوستان سوار برده بکردیم این پیچ رو همینجا محکم کردیم، لوله کاملا چک شده به سخت. بعد این بازو رو تو هر ارتفاعی که دلمون باز بلند میکنیم، چه بالا باشه چه پایین باشه، ما به پس تو این ارتفاع نگهش میداریم. حالا 4 تا پیش داره، یه دونش رو محکم کنیم باز. دوستان بازوی ما هم کامل متحرکه، مثلا توی اتاق کار کنید اینو میزنید داخل، توی حال کار کنید اینو تو اندازه دلخواهتون باز میکنید. این جک 5 متری 2.5 باز میشه، 5 دایره میزنه، هر اندازه‌ای که دلت خواست میاری بیرون و محکمش میکنید. دوستان عزیز این یکی از گیره های ماست که بالا پایین میشه و عقب جلو میشه. همین حالت روی بازو قرار میگیره، هم عقب جلو میشه و همین که بالا پایین میشه. حالا به جز این که خود بازو هم بالا پایین میشه، گیره هم بالا پایین و عقب جلو میشه. گیره بعدی هم برو. این مثلا یه دونه کشوی قاب سخت باشه، مثلا دو طرفش نور مخفی اومده پایین، بازو نمیتونه بارا بره ولی این بلند میشه سخت و میزنه. این واسه طرف قاب سخت عالیه، مخصوصا جایی که نور مخفی اومده پایین نمیشه زد. بعد گیره بعدیمون این شکلیه که هم واسه نور مخفی داخل هم بیرون دو طرف استفاده میشه، هم تاج نور مخفی هم دیواره پشت تاج نور مخفی. همکاران عزیز نماله مثلا ما پشت دیواره نور مخفی بخوایم پشت تاج گنج بزنیم این شکلی میشه، یا خود تاج رو به این شکلی هم میشه زد، به این شکلی هم میشه زد، یعنی
هر واسه دو طرف نورمال استفاده میشه استفاده کرد. مدل خویی مدل خویی دوستان عزیز این هم یه مدل گیرمونه که کوچکترین کشو با عرض کم هم میتونید داخلش قرار بدید. حالا این نمونه رو داریم، اگه بزرگتر از این هم بشه میشه، مال دور لامپیه. به همین حالت اینجا استفاده میشه. ببینید مثلا یه دونه کشوی دور لامپی میخواید بزنید، این مدلی این گیره داخل این میره تو بطن به همین حالت. خب این هم به همین حالت قرار میگیره. حالا کشو بزرگتر هم باشه عیبی نداره، میچسبه به بازو و تکون نمیخوره. این مدلی کشو داخلش قرار میگیره، مثل کشوهای بزرگ دور لامپی. این واسه قابلسم، این هم تاچ و پشت تاچ. قراره مثلا سینی کفتری اونوری هم این دوتا با هم نگه میدارن. حالا کلیپ های زیادی هست تو پیج گذاشتیم، ولی چیزی که اینجا میشه توی جاکی پرگار توضیح داد. این گیرها از نقطه صفر بازو تا آخر میان و میرن، بالا پایین هم میشن و خود بازو هم جمع میشه، ماکس میشه و خود این جاکمون هم بالا میره هم پایین.